تیتوی عزیز، حالت چطوره؟ بد. یعنی بدتر از این نمیتونم باشم. خیلی سعی کردم موقع ورود به خونت قیافم طوری باشه که همسرت و بچه‌ها متوجه نشن، اما درست موقعی که پامو تو خونت گذاشتم ماریای فروچک بهم گفت عمو تیتو شبیه آدمای هستی که عصبانی ها. با اون همه خاطراتی که من از تو مدرسه لاماسیا براش گفتم تعجبی نداره اگه ماریای من به اندازه خود من تو رو بشناسه. شاید هم سالهای بعد اون خودش این خاطرات رو برای ماریوس تعریف کنه، از پدر به دختر، از خواهر به برادر. بشین تیتو بشین. اتفاقا منم سوال ماریا رو دارم. دقیقاً این چه قیافه‌ای که به خودت گرفتی تیتو ویلانووا دوست قدیمی؟ قیافه بهت زده؟ غیر از این چی میتونه باشه پپ؟ چرا؟ میشه بگی چی باعث شده تو این وضعیت بهت زدگی قرار بگیری؟ پپ، وقتی پای تلفن بهم گفتی چه تصمیمی گرفتی فکر کردم مشکلی از تلفن همراهه یا گوشای خودمه که سنگین شده، چون نمیتونستم چیزی که میشنوم و باور کنم. انگار حرفمو فراموش کردی. من قسم خورده بودم هر پیشنهادی که بهم بشه به این آسونیا رد نکنم. نه فراموش نکردم. و همینطور اون جمله‌ای که بارها تو گوشم تکرار شد، من باید مربی بشم، برای من تیم پیدا کنید، هر دوشونو به خوبی یادمه. پس خوب یادته که من چه آتشی برای رسیدن به این پست داشتم. خوب میدونم تو چقدر شیفته این شغلی، اما واقعا مربی شدن به چه قیمتی؟ پپ، این آب نبات نیست که به تو پیشنهاد میکنن، اونا دارن به تو قلب سنگ میدن که به جای پسر. پس من نمیذارم این قلب سنگ دندونامو بشکنه تیتو. با کلمات نمیشه معجزه کرد پپ. تو دست به کار خطرناکی زدی و من به عنوان قدیمی‌ترین دوستت نمیتونم شاهد این ریسک بزرگ باشم. تیتو، چرا باید این موقعیت رو پس بزنی؟ چرا؟ چون تو میخوای تیمی رو قبول کنی که تو دست چهارم توپ میزنه، در واقع داره دست و پا میزنه. خب اشکالش چیه؟ نگو که نمیدونی دسته چهارمی جهنمه واقعا. میدونم تیتو. به دست گرفتن سکان یه تیم که به دست 4 سقوط کرده کار منطقی نیست. خب پس چرا قبول کردی؟ چرا قبول کردم؟ آره؟ چون ایمان دارم یکی از اون چیزایی که توی زندگی پیشرفت ما رو رقم میزنه قبول کردن کارهای سخت و پرخطره. من به این باور رسیدم که ریسک کردن و نترسیدن از اشتباه لازمه زندگیه و اگه اشتباهی هم صورت بگیره اون اشتباه نتیجه اعمال خودمونه نه دیگران. اما پپ، فوتبال تو لیگ دسته چهارم اون نوع فوتبالی نیست که تو میشناسی. خب به کمک هم اون نوع فوتبالی رو که میشناسیم به این تیم تزریق میکنیم. چی گفتی؟ فکر کردی چرا تو اولین نفری بودی که باهاش تماس گرفتم؟ من منظورتو نمیفهمم. میفهمی تیتو، اما دوست نداری که به زبون بیاری. پس بذار خیالتو راحت کنم. میخوام که کمک مربی این تیم بشی. چی؟ این امکان نداره؟ چرا؟ اگه بخوای امکان داره. بین ما همیشه یه اعتماد متقابل وجود داشته و هنوزم وجود داره. من چطور میتونم این پیشنهادو بپذیرم در حالی که با تمام توان سعی میکنم تو رو منصرف کنم؟ تیتو، من دلیل همه این مخالفت رو خوب میفهمم، اما شانس ما توی جدالمون با اون لیگ جهنمی فقط باخت نیست. این تیم قابلیت اینو داره که خودشو بالا بکشه و از ته این سیاهچال بیرون بیاد. من و تو اگه اینجا موفق بشیم اون موقع است که میتونیم به تیمای بزرگترم فکر کنیم. پپ، بازم تکرار میکنم، با کلمات نمیشه معجزه کرد. با مشکلاتی روبرو میشی که تو خوابم نمیدیدی. اما من فکر میکنم با کلماتم میشه معجزه کرد.
من با قدرت اونا خوب آشنام و میدونم روحیه دادن به یک بازیکن جوان چه انگیزه هایی رو در اون بیدار میکنه. در ضمن مشکلات رو با تدبیر و تفکر میشه پشت سر گذاشت. پدرم همیشه مثال جالبی میزد. اون میگفت وقتی یه راکت تنیس رو میدی دست یه آشپز، اگه اون آشپز فکر کنه که چجوری از اون به عنوان ماهیتابه استفاده کنه، اون وقته که اون آشپز میتونه توی یه آشپزخونه با تجهیزات کامل از ماهیتابه به جای یک بیفتک کوب خوب استفاده کنه. شم قوی یه مربی هم مثل همین آشپز است و تیم ضعیف مثل آشپزخونه بدون تجهیزات. پس اگه یه مربی بتونه از یه بازیکن معمولی توی یه تیم ضعیف بازی خوب بگیره، از یه بازیکن خوب توی یه تیم قوی میتونه یه سوپر استار بسازه. منظورت از سوپر استار همون ماهیتابه بیفتک کوبه؟ آره خودشه. موندم تو این آشپزخونه مدرن چرا یه بیفتک کوب پیدا نمیشه؟ هست. منتها نکته اینجاست که آشپز ما شم عجیبی داره تا یه قوی ترشو خلق کنه. یه تیم سالم و قوی ستاره های خودشو همیشه داره، اما بعضی وقتا فقط مربیه که میتونه استعداد نهفته یه بازیکن خوب و مستعد و کشف کنه و ازش یه ستاره بسازه. مثالت خیلی جالب بود پسر. پس امیدوار باشم. من به نبوغ و هوش تو هیچ وقت شک نداشتم، حتی وقتی یه پسر بچه 13 ساله بودی. ممنونم تیتو، ولی انگار یادت رفته اون موقع که من 13 سالم بود تو فقط 15 سالت بود. فکر میکنم برای منصرف کردن دیگه خیلی دیر شده. پس تنهام نذار تیتو، کمک من باش. من هرگز دلم نمیخواد تنهات بذارم پپ. من همیشه دوست داشتم به عنوان یه دوست و یه همراه کنارت باشم. پس چرا اجازه ندیم این دوستی به یه همکاری ختم میشه؟ همکاری؟ خدای من باورم نمیشه. من اصلا برای چی آمده بودم اینجا؟ برای اینکه یه کار جدی شروع کنیم. آو پپ عزیز، ما فرصت زیادی نداریم تیتو. زمان برای انتخاب بازیکن‌ها خیلی کمه. ما موفق میشیم، بهت قول میدم. خب یه چیزی بگو مرد. منم هستم. میدونستم که به هم نمیگی. 21 ژوئن 2007 روزی مهم و جدیده، همیشه به خاطر داشته باش. 21 ژوئن مگه چه خبره؟ روز تنظیم قرارداد، روزی که من و تو قرار رسما سرمربی و مربی تیم ذخیره بارسلونا بشیم. لابد به افتخار این سمت مهم در لیگ دسته چهارمی باید جشنم بگیریم. آره فکر خوبیه، جشنم میگیریم تیتو. از دیدنت خوشحالم. منم همینطور آقای لاپورتا. لطفاً بشین. راستش اصلا توقع نداشتم. به پیشنهاد ما پاسخ مثبت دادی. بعد از اینکه تیتو اعلام آمادگی کرد من دلیلی برای تعلل ندیدم. اون بهترین کمکی است که من انتخاب کردم. کارمونم یه چند روزی میشه که شروع کردیم. همکاری تو تیتو باعث خوشحالی منم هست. دو جوون از مدرسه فوتبال بارسلونا. درست 2 سال بعد از جدایی تو هستی من رئیس باشگاه شدم، اما همیشه آرزو داشتم یه بازیساز مثل تو در ترکیب تیم الان من قرار داشت. بعد از 6 سال دوری تو دوباره حاضر به همکاری با این باشگاه شدی و حالا احساس میکنم به شکل دیگه این آرزو برآورده شد. ممنونم آقای لاپورتا. اول از همه باید بگم من همه چیزو درباره مشکلات تیم دوم بارسا میدونم. اونا توی شرایط خیلی بدی قرار دارن. البته هرگز نمیخواستیم این تیم مورد کم توجهی قرار بگیره، اما حتما به عنوان یه عضو قدیمی خبرهای مربوط به تیم سابق تو پیگیری میکنی. تمرکز ما این اواخر بیش از اندازه روی تیم اصلی بوده.
این اواخر بارسا روزای خوبی پشت سر نمیذاره. رایکارد 4 سال تمام به باشگاه خدمت کرده. این مرد افتخارات زیادی هم برای ما کسب کرده، اما فصل پیش با وجود شروع قدرتمند تیم نتونستیم هیچ جام معتبر کسب کنیم. امسال هم وضعیت ناامید کننده به نظر میرسه. الان تمام سعی ما اینه که تیمو بعد از یه مدت رکود احیا کنیم. کاملا متوجه. خب پپ، دیدارت با بچهای تیمت چطور گذشت؟ نظرت درباره این تیم چیه؟ کار کردن با این پسرا به آدم انرژی میده، اما متاسفانه بیشتر اونا عقیده‌های کودکانه‌ای در رابطه با فوتبال دارن. خیلی از اونا فوتبال مهمتر از زندگی میدونن و عملاً تحصیلات کنار گذاشتن. من فکر میکنم یکی از وظایف ما در درجه اول تغییر این ذهنیت و تربیت دوباره اوناست. این نقطه نظر شما صرفاً از دید مربی تازه کار جالب توجهه. من همیشه خواهان باشگاهی بودم که ویژگی‌های نظیر مقابله با جنگ، خشونت در استادیوم فوتبال، برقراری صلح، همبستگی، دموکراسی و همینطور آزادی جمعی و فردی رو داشته باشه. پپ، ما کاملا در راستای هم هستیم. بله، منم با شما موافقم. میخوام بدونم برای شروع چه برنامه‌ای تو سر داری؟ در واقع من باید کارمو از آخر شروع کنم. با تنها 6 جلسه فرصت برای جمع کردن تیم، زمان برای انتخاب کردن محدوده و من مجبورم به سرعت دست به کار بشم. درسته، زمان زیادی برای انجام این کار نداری. نوع انتخاب اجبارا مبتنی بر حس ششم و کمی چاشنی قاطعیته. جستجو کردن بین 50 بازیکن کار آسونی نیست. کمتر از نصف این گروه برای تیم مفید و کارآمدن. من مجبورم برخلاف میل درونیم تعداد زیادی از بازیکن اضافه را حذف کنم. البته چند کار مهم دیگه هم هست که باید بهشون رسیدگی کنم. تصمیم دارم برای تک تک پسرایی که کنار گذاشته میشن تیم پیدا کنم و در ضمن با والدینشون هم جلسه بذارم. میخوای خودت شخصا این مراحل رو انجام بدی؟ بله، این لازمه. این بچه‌ها توی سن حساسی هستن و نیاز به حمایت دارن. بهتره بدونن که حذفشون از تیم به این معنا نیست که اونا به درد نخورن. غرور اونا اگه جریحه دار بشه و اگه روحیه‌شون از دست بدن، توی تیمای دیگه هم همین سرنوشت در انتظارشونه. آفرین. توی این مدت کمتر پیش اومده یه حرف جدی و با معنا بشنوم. البته روحیات خاص شما برای من و خیلی دیگه قابل تحسینه. شما از معدود رؤسایی هستین که وجه انسانی کار براتون مهمه. عموما اگر بهترین باشیم اول هم خواهیم شد. این روش عشق ورزیدن به فوتبال و این فلسفه ورزشی بزرگترین تصمیم ما بوده. نتیجه اون هم افرادی هستند که با این فلسفه به سمت ما کشیده میشن. اگه اشکالی نداشته باشه میتونم تو را با اون اسم کوچیک و معروفت صدا بزنم؟ البته. اینطوری احساس نزدیکی بیشتری با شما میکنه. خب بهتر از این نمیشه. آیل جیو، یه چند دقیقه میشه ساکتین؟ از پرحرفی من خسته شدین؟ خسته که نشدم، هیچ. انرژی 2 برابرم شده. پس به چی فکر میکردین؟ راستش با خودم فکر میکردم این سفر اصلا شبیه سفرهای دیگم نیست. میشه بپرسم چرا؟ باورش سخته. آشنایی با شما توی این هتل و صحبت جدی درباره یه فوتبالیست بزرگ برای من یه اتفاق خاص آقای توروبا. بیشتر توضیح میدی؟ خاصیت سفر اینه که با آدمای مختلفی آشنا میشیم، دوستی‌های اتفاقی و گذرا. من تو سفرهای قبلی با غریبه‌های زیادی هم صحبت بودم. تعدادشون اونقدر زیاده که حافظم برای یادآوری اونا یاری نمی‌کنه. تصویر خیلیاشون حتی چند ساعت بعد از خداحافظی فراموش می‌کردم. معمولا موضوع صحبت با افرادی که شناختی ازشون نداری کشیده میشه به مسائل روز و چیزای پیش پا افتاده. اما امروز یه روز استثنایی تو کل سفرهای من آقای توروبا. هرچقدر که جلوتر میریم پپ گواردیولا بیشتر منو مجذوب خودش میکنه.
من اگه شما رو نمیدیدم هرگز شانس اینو نداشتم تا با این شاهکار ورزشی آشنا بشم. نمیدونم چی بگم. شنیدن همچین توصیفی، اونم از زبون یه آدم فوتبال گریز، شگفت انگیزه. میدونم من فوتبال گریز بیشتر از هوش بالای این مرد مبهوت تفکرات انسانی شدم. راستش این سرگذشتی که تعریف میکنی شبیه اون چیزی نبود که فکرشو میکردم. پپ واقعا شبیه یه روانشناسه، شبیه یه فیلسوفه یا یه نویسنده، شایدم یه کیمیاگر. آره اون شبیه همه اینا میتونه باشه. اون مثل خیلیای دیگه تو دنیای ورزش که از هیچ به همه چیز میرسن و شاید برای التیام عقده‌های شخصی و گرفتن لقب و افتخار قدم جلو میذارن نیست. اون واقعا متفاوته. الان دیگه تعجب نمی کنم اگه بشنوم تیمش زیباترین و هجومی ترین فوتبال تاریخ رو انجام میده. اون از همون اول، از همون زمانی که رهبری تیم دوم بارسلونا رو به عهده گرفته این تفکر رو داشته. فلسفه اونم با چند تا کلمه ساده تعریف شده: عشق به مردم. همین. این برای من درس بزرگیه و شاید باعث بشه توی بعضی چیزای تشدید نظری بکنم. صحبتتون مثل یه سخنرانی داغ توی سازمان ملل بود. دلم میخواد زود برگردیم به سرگذشت این آقای پپ گواردیولای معروف. بله منم موافقم. با حضور پپ گواردیولا تیم دوم بارسا یه تیم متحول شده بود. اون تیم در اولین دیدار دوستانش در یک کمپ کوچیک کنار یه برکه آروم مقابل تیم بانیولس شکست خورد. خیلی فکر میکردن گواردیولای شیک پوش، بازیکنی که بیشتر به خاطر سبکش هافک خوبی بود تا قدرت بدنیش، مناسب دست چهارم نیست. اما پپ که توی دوران بازیگریش جلوی مدافعین مدام در حال صحبت کردن بود و به عنوان کاپیتان به بازیکن‌ها دستور میداد و داورا رو تعقیب میکرد و حریفایی که قادر به تعیین هندسه کامل بازی نبودن و متلاشی میکرد، اینجا هم هنرشون نشون داد. تیم در آخر فصل مکان اول جدول مال خودش کرد. این مرد رؤیاسازه. آره اون رویای خیلی از بچه‌های جوون تیمش رو به واقعیت تبدیل کرد. توی اون مدت پپ از بس برای راهنمایی چند تا از بازیکن‌های جوونش که در کنار بازیکن‌های تیم اصلی تمرین می‌کردن وقت می‌ذاشت و اونقدر صحبت می‌کرد و نکات مهم رو بهشون یادآوری می‌کرد که اواخر فصل صداش کاملا گرفته بود. یادمه درست همون موقع بود که ما با هم یک گفتگوی تلفنی داشتیم. من خیال کردم پپ آنفولانزا گرفته که صداش در نمیاد. اصلا به خاطر همینه که مربی‌ها رو بیشتر دوست دارم. توی کار من گرفتن صدا هم یکی از مشکلات جدیه. علتش هم فقط مخ مشتری رو خوردن و از اون چیزاست. میدونید آقای لجیو، لاپورتا علاوه بر ریاست باشگاه خب یه وکیل زبده و مجربم بود و بعد از اینکه روش مربیگری پپو پسندید اونقدر باهوش بود که تشخیص بده گواردیولا همون کسیه که باید جانشین رایکارد بشه. به این میگن یه تصمیم فوق‌العاده. تصمیمی که تو اون برهه زمانی یه تصمیم پیچیده هم بود، چون هم خیلی از این تصمیم حمایت نمی کردن و هم که خیلی شوکه شدن. حتی یوهان کرایوف یه همچین تصمیمایی به راحتی گرفته نمیشه. اما لاپورتا شهامت لازم رو داشت و به روشنی میدونست چی میخواد و انگشت رو به طرف کی نشونه گرفته. از جدیت لاپورتا هم خوشم. آره جدیت اون باعث شد مورینیو هم دهنش از تعجب باز بمونه. چرا؟ خب چون خود مورینیو یکی از گزینه‌های اصلی برای کسب این عنوان بود و حتی اعلام کرده بود در صورت رفتن به نیوکمپ حتما از پپ میخواد دستیارش بشه. خدایم. آره. لاپورتا در 8 می 2008 اعلام کرد پپ جانشین رایکارد مدیر اول تیم میشه و پپ وارد بارسای تحلیل رفته رایکارد شد با امضای قراردادش درست در تاریخ 5 ژوئن همون سال. با ورود پپ به تیم اتفاقای مهمی برای این باشگاه بزرگ افتاد. اتفاقایی که اونو تبدیل به یکی از قدرتمندترین تیم‌های تاریخ کرد و اگه اغراق نکنیم به بهترین.
لیونل، این روزهای آخر موقع تمرین سعی کن برای گرفتن توپ درگیری فیزیکی شدید نداشته باشی و سبک بازی کنی. از پاهات هم خوب مراقبت کن. بله مربی. استراحتت هم از قبل بیشتر باشه و انرژی تو ذخیره کن. طبق همون رژیم غذاییت هم پیش برو. تو باید توی بهترین شرایط باشی. البته همه این حرفا رو بارها و بارها از زبان من شنیدی و همه بچه‌ها با این کلمات آشنا هستن. اما موقعیت تو به عنوان وزنه تیم متفاوت‌تر و حساس‌تر از بقیه است. برای مسابقه فینال آماده لیونل؟ براش لحظه شماری میکنم. آفرین. فقط نمیدونم چرا بیشتر از همیشه هیجان زدم. این طبیعیه. کاملا میتونم حس و هیجان تو قبل از بازی فینال باشگاه اروپا درک کنم. چون قبلا جای تو بودم و تمام این لحظات رو گذروندم. اما فکر کنم هیجانی که الان خودم دارم خیلی بیشتر از اون زمانی که فوتبالیست بودم. این اولین بار به عنوان یه مربی پا به این فینال میذارم. راستش برگشت به خونه سابقم زودتر از حد انتظارم بود. هیچ کس رو بهتر از شما پیدا نمی‌کردم. ممنونم لیونل. تو این فصلی که همکاریمون رو شروع کردیم تو همیشه توجه خاصی به من داشتی. خب شما مثل رایکارد حکم یه پدر رو برای من دارید. اگه شما نبودین شاید این روزای رویایی به سراغم نمیومد. تو نسبت به سن کمت خیلی متواضعی. اما یادت باشه تو یه ستاره بی همتا تو آسمون بارسلونایی. چی میتونم بگم؟ البته یه ستاره خجالتی. تو توانایی تو همون سالهای اول که زیر نظر رایکارد بودی به رخ همه کشیدی. گل مارادونایی به خطافه رو که یادت نرفته. اما من تو آخرین فصل با رایکارد فقط تونستم 16 تا گل بزنم، اونم تو 40 بازی. در حالی که فصل قبل از اون تونسته بودم 36 تا گل بزنم تو 17 بازی. و بعد از اومدن شما تونستم تعداد گلامو 2 برابر کنم. این موضوع تصادفی نیست مربی. شما با بازی دادن بیشتر من توی محوطه جریمه فرصت‌های بیشتری برای گل زدن در اختیارم قرار دادید. البته این نصف داستانه. خودت بهتر میدونی وقتی که به تیم اومدی ستاره اول تیم رونالدینیو بود. رایکارد چاره‌ای نداشت. همه پاس‌ها و توپ‌های تیم باید به این برزیلی عجوبه ختم می‌شد. اون همه کارهای بارسلونا بود. و وقتی که من اومدم رونالدینیو مدتی بود که از فرم ایدئالش خارج شده بود. همه متوجه شدن دیگه نمیتونن روی اون حساب کنن. طبیعیه که تو باید مسئولیت بیشتری توی تیم قبول می‌کردی و تیمم حساب بیشتری روی تو باز می‌کرد. بعد از رفتن اون جوونم نقش تو پررنگ‌تر از قبل شده و تیم حالا از سرعت بالای تو و پاسای بی‌نظیر توی زمین خیلی نفع می‌بره. صحبت‌های شما همیشه روحیه بخشه. ولی به جرئت میتونم بگم شما این انگیزه رو برای من و بچه‌های تیم تقویت کردین. همه میدونیم از وقتی که شما تیم به دست گرفتین کاری کردین که ما با دید شما فوتبال رو ببینیم. خب نتیجهش هم گرفتیم. امسال بعد از 2 فصل شکست با آوردن جام لیگ و جام حذفی حس می‌کنیم اعتماد به نفس از دست رفتمون برگشته. اگه تیم ببازه تو و باقی بچه‌ها هنوز هوای منو داری؟ معلومه مربی. شما فوتبال مثل هیچ کس دیگه‌ای نمی‌بینید. ایده هاتون هم مثل بقیه مربی‌ها برامون توضیح نمیدین. مربیای زیادی هستن که بهت میگن باید به سمت راستی به چپ بری، اما شما دلایلش هم میگین. اینجوری کاملا میفهمی که چرا باید این کار انجام بشه و بدون توجه به این موضوع به عنوان بازیکن هر روز چیزایی یاد میگیری و شروع میکنی که در زمین خودت تصمیم بگیری. من از این شیوه خیلی خوشم میاد. این همون انگیزه‌ایه که باید داشته باشی. من اینو از کرایوف بزرگ به ارث بردم. اون همیشه میگفت بازیکن‌ها باید مثل انسان‌های بالغ رفتار کنن و مسئولیت کاراشون رو قبول کنن. این به تو این احساسو میده که یه حرفه‌ای هستی. ظاهراً به ما آزادی بیشتری میداد ولی در واقع ما رو مجبور به تصمیم گیری میکرد. مثلا میگفت واقعاً میخوای با فوتبال خرج زندگی تو در بیاری؟ میخوای جزو بهترینا باشی؟ معروف باشی؟ این به خودت بستگی داره. به تو اجازه میدم که روز قبل از بازی به خونت بری، هر کاری که دلت خواست انجام بدی. ولی تو میدونی اگه تو این بازی خوب نباشی دفعه بعد بازی نمی‌کنی. اما من مطمئنم که رایوف به اندازه شما سختگیر نبود. همه بچه‌ها این سختگیری شما رو دوست دارن. بیشتر تلاش میکنن و مجبور میشن تو زمین بهترین بازیشون رو به نمایش بذارن. درسته، این نمیذاره ولای بازیکن برای پیروزی فروکش کنه. شما باید همیشه تشنه پیروزی باشین و حالا هم باید از بزرگترین آزمایش پیروز بیرون بیایید. بارسلونا توی لیگ قهرمانان ثابت کرد امسال یه تیم زهردار برای همه تیماست و بی جهت قهرمان لیگ اسپانیا نشده. دقیقاً درسته. بازی کردن جلوی تیمای قوی اروپایی کار ساده ای نیست، اما همه شما به خوبی از پسشون بر اومدین تا به مرحله فینال رسیدین. توی فینال هم تیر خلاصو میزنید. به کمک شما ما حتما پیروزیم. لیونل، یادت باشه که تو این قدرت داری امسال به چیزی که استحقاقشو داری برسی.
تو تا الان 8 گل زدی و میتونی این تعدادو بیشترم بکنی. تو لایق این هستی عنوان بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا رو مال خودت بکنی و من بهت قول میدم توپ طلای اروپا و بهترین بازیکن جهان توی چنگته. سعی میکنم توی فینال بهترین بازی ما انجام بدم. نه تنها من بلکه همه بچه‌ها سعیشون رو میکنن. ما هم قسم شدیم انگلیسی‌ها رو توی روم شکستیم. پس با امید پیروزی. به امید پیروزی و بردن جام به خونه. من آمادم. میتونیم شروع کنیم. خوشبختانه اولین نفر منم. سیمون برلا از روزنامه آس. از اونجا که زمان مصاحبه با این همه خبرنگار ممکنه طولانی تر از حد معمول بشه، امیدوارم در پایان احساس خستگی نکنید. این شیوهیه که من مدت هاست باش کنار اومدم. ما معمولا توی اسپانیا مصاحبه خصوصی نداریم و هفته‌ای 3 بار یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنیم بدون لغو کردن برنامه یا تعیین طول زمان مصاحبه. معمولا هم خسته نمیشه. عالیه. قبل از هر سوالی این پیروزی رو به شما و تیمتون تبریک میگم. ممنونم. سرانجام برنده بازی فینال لیگ قهرمانان مشخص شد. اونم در مقابل چشم 62467 نفر که از نزدیک این مسابقه رو تماشا کردند. داوری مسابقه رو چطور ارزیابی کردید؟ آقای ماسیمو بوساکا از کشور سوئیس نسبتاً بازی رو خوب قضاوت کرد و تقریباً در تمام صحنه‌های حساس حضور به موقع داشتن. من فکر میکنم با توجه به حساسیت بازی تونستن امتیاز خوبی بگیرن. توی این دیدار بارسلونا با گل‌های اتو در دقیقه 10 و لیونل مسی در دقیقه 70 تونست منچستر رو شکست بده و به عنوان قهرمانی برسه. آیا انتظارات شما توی زمین بازی برآورده شد؟ من از عملکرد تیمم کاملا راضیم. توی این دیدار بارسلونا تیم برتر میدان بود و در اکثر دقایق توپ و میدان رو در اختیار داشت و یکی از بهترین بازی‌هاشو به نمایش گذاشت و با اقتدار به قهرمانی رسید. البته میدونیم که چند بازیکن اصلی رو در اختیار نداشتیم. گابریل میلیتو که مدت هاست مصدومه، دانیل آلوز و اریک آبیدال هم به دلیل 2 کارت شدن و رافائل مارکز هم به دلیل مصدومیت تو بازی مقابل چلسی دیدار فینال رو از دست داده بودن که در بین اینا گابریل میلیتو و دانیل آلوز بازیکنای کلیدی بودن. نبود این 2 بازیکن کلیدی چقدر توی بازی احساس شد؟ همه دیدن که در اختیار نداشتن این بازیکن‌ها هیچ ضربه‌ای به بارسلونا وارد نکرد. نتیجه بازی خودش بهترین دلیله. بازیکنای ذخیره بارسلونا هم توانایی منحصر به فرد خودشونو دارن. آقای گواردیولا در فصل جاری چند تغییر تاکتیکی داشتین. فکر می‌کنین مدلی که این روزا انتخاب کردین بهتر از گذشته است؟ همیشه از تاکتیک حرف زده میشه. اما اگه با دقت نگاه کنید میبینید که تاکتیک ها در واقع خود بازیکن ها هستن. اوضاع رو هم به این امید تغییر دادیم که بتونیم از حد اکثر مهارت های بچه ها استفاده کنیم، ولی از این حد نباید فراتر رفت. در مورد تاکتیک باید هم به کار حریف توجه کرد و هم به بازیکنایی که میتونن جلوی توفیق تاکتیکی حریف رو بگیرن. درباره نحوه چینش مهره‌ها در خط میانی بارسلونا حرفای زیادی زده شده. چطور به فکر این مدل چیدمان افتادین؟ خط میانی مهمترین بخش هر تیمه. هافک‌ها باید جای بقیه اعضای تیم فکر بکنن و تصمیم بگیرن، چون بیشتر از بقیه بازیخونی میکنن. خب راحت میشه از اونا در پست‌های متنوع استفاده کردیم. یک معادله سخت نیست. موفقیت پشت موفقیت. این اتفاق 3 بار از زمان ورود شما به تیم بارسلونا افتاده. خیلی‌ها دوست دارن بدونن رمز موفقیت مربی جوونی مثل شما چیه؟ هیچ نکته خاصی وجود نداره که دربارش حرف بزنم. من فقط سعی کردم به آرمان‌های تاریخی بارسلونا وفادار بمونم. باشگاهی که از همه لحاظ بزرگه. بعدم بحث خرید به موقع بازیکن و در هم آمیختن اونها با بازیکن‌های پرورش یافته داخلی تأثیر مثبت و رو به جلویی به تیم گذاشته. البته استخوان‌بندی تیم از همون زمانی که من بارسلونا رو از رایکار تحویل گرفتم محکم بود و تیم کیفیت بالایی داشت. من اولین چیزی که از همه خواستم این بود که به من اعتماد کنن. و تأثیر خودتون روی تیم چی؟
این یه عامل مهم نبوده؟ خب من بعد از امضای قراردادم برای اولین بار به همه اعلام کردم من آماده هستم و در غیر این صورت اینجا نبودم. گفتم هیچ ترسی ندارم و هیچ رقابتی منو نمیترسونه. من هوادار فوتبال هجومی ام و این روشی که سالهاست با اون تمرین کردم و یاد گرفتم. اعتقاد فراوانی هم به سخت کوشی دارم. به عقیده من مسائل روحی و روانی در فوتبال نکته مهمیه. مدیریت گروهی و دوستی مدیریت شده با بازیکن‌ها همیشه باید مد نظر قرار داده بشه. من سعی میکنم همیشه آرامش و امنیت رو به تیمم تزریق کنم و کاری میکنم تا بازیکن‌ها همیشه تشنه یادگیری باشن. میگن به این عادت تازه که تیم‌ها باید از یک روز قبل از بازی‌ها توی هتل بمونن تن ندادید. میتونم بپرسم چرا؟ نمیشه به بازیکن‌ها بگی یه روز کامل خودشونو توی هتل حبس کنن. ما فقط سعی داریم از بازیکن‌ها مراقبت کنیم. اگه استراحت نکنن طبیعیه که روز بعد نمیتونن خوب بازی کنن. من از روی عملکرد اونا توی بازی میتونم در مورد کارشون نظر بدم، نه زندگی شخصیشون. پس دلیلی نداره وقتی خودم ساعت 10 شب به رخت خواب میرم برم ورود و خروج اونا رو کنترل کنم. ما سعی داریم به یه حس مشترک برسیم و این همون دوستی و آرامشیه که میتونه توی روند موفقیتامون تاثیر بذاره. آیا معتقد این تیم حال حاضر بارسلونا بهترین تیم تاریخ باشگاه است؟ ما هنوز اول راهیم و برای اینکه ثابت کنیم بهترین هستیم نباید دلخوش به بردهای امسالمون باشیم. ما باید این موفقیت‌ها رو دوباره تکرار کنیم. هرچند برای قضاوت زوده، اما همه اینو به خوبی میدونیم بارسلونا تلاش میکنه فوتبال مدرن و تماشاگر پسند و با بالاترین سطح به نمایش بگذاره و فقط نتیجه بازی براش مهم نیست. من نمیدونم این تیم میتونه بهترین تیم تاریخ باشگاه بارسلونا بشه یا نه، اما بدون شک این تیمی هست که مردم همیشه بهش افتخار میکنن. برای نوشتن فیلمنامه جدیدم احتیاج داشتم یه نگاهی به محله‌های قدیمی شهر بندازم. آره. خب محیط اینجا میتونه برام الهام بخش کارم باشه. دلم خیلی برای بارسلونا تنگ شده بود. روزهای آخر برای دیدنش لحظه شماری میکردم. آها. خیلی خوبه که میتونیم توی این فرصت همدیگه رو ببینیم. آره عالیه. میگم میتونیم ظهر بریم به همون رستوران قدیمی ها؟ آره دیدی. فقط اون میتونه غذای دلخواهم و همونجوری که دوست دارم درست کنه. نمیدونم اگه تو اونجا رو پیدا نمی کردی سر ذائقه حساس من چه بلایی می اومد. باشه پس رأس ساعت 12 توی لابی هتل منتظرتم. میبینمت. خب آقای لجیو، من برای ظهر یه قرار رستوران گذاشتم. شما چی قرار خاصی ندارین؟ قرار خاصی ندارم و احتمالاً اگه شما از اون املت و خوشمزه حرفی وسط نمیکشیدید تو همین هتل نهار رو میخورم. ولی راستش حالا بعدم نمیاد سریم به رستوران‌های قدیمی اطراف بزنم. یه جایی مثل رستوران آلفردوی پیر با اون املت هایی که میتونه هر جنبندی رو راضی نگه داره. مطمئنم پشیمون نمیشی. پس برای نهار پیش آلفردو میرم. اینجوری هم املت مخصوص میخورم هم جایی رو که پت بهش علاقه داره رو از نزدیک میبینم. خب دلتون میخواد نهار رو با هم باشیم؟ مگه با دوستت قرار نذاشتی؟ چرا ما هم به همون رستوران میریم. اینجوری میتونیم به اون دوتا نشونی که با یه تیر زدیم یه نشون دیگه هم اضافه کنین و فقط با یه تیر 3 نشون رو هدف بگیرین. اینجوری هم این فرصت پیش میاد تا با یکی از دوستان منم آشنا بشین از نزدیک. قول میدم از این دیدار استقبال میکنم. اوه عجب پیشنهاد غافلگیر کننده. پس مایلید که بیاید؟ بدون شک. صادقانه میگم حتی اگه قرار کاری هم داشتم امکان نداشت این دعوت رو رد کنم. من از آشنایی های
غیر منتظره همیشه استقبال میکنم. فکر کنم چیزی نمونده تا داستان این گلادیاتور اسپانیایی به پایان برسه. بله همینطور. من واقعا نمیدونم این پپه و جوبه چجوری تونست همون سالی که پاشو تو بارسلونا گذاشت اینقدر راحت کار کنه. جام‌هایی که برد واقعا چشمگیر بودن. بله هیچ کس باور نمی‌کرد یه مربی تازه کار بتونه اینطوری جام‌ها رو درو کنه. در واقع 18 ماه بعد از ورود پپ بارسا 6 جام معتبر به کلکسیونش اضافه کرد و اولین تیم تاریخ دنیای فوتبال لقب گرفت که تونست توی یه فصل 6 تا قهرمانی به دست بیاره. لیگ قهرمانان اروپا، جام باشگاه‌های جهان، سوپرکاپ اروپا، قهرمانی لالیگا، جام حذفی اسپانیا و سوپرکاپ اسپانیا. و پاداش این همه پیروزی خودش یه جایزه بزرگ بود. عنوان بهترین مربی سال 2009 به پپ رسید. بازار جایزه داغ بوده. بله. اما خب همیشه همه چیز ایدئال نیست. پپ با بارسا پیشتاز بود اما توی تیمم به مشکلاتی برخورده بود. اتو که برای بارسا خوب گلزنی میکرد تاکتیکای مربیش رو زیر سوال برده بود. اون سر پست بازیش با پپ بحث میکرد. پپ هم خب مجبور شد اونو به اینتر میلان بفروشه. با رفتن اتو مسئولیت‌های مسی هم بیشتر شد. پپ اونو از راست به مرکز تهاجمی تیم منتقل کرد و خب نتیجه هم شگفت‌انگیز بود. 100 گل طی 2 فصل. مسی به نسبت زمان رایکارد نزدیکتر به محوطه جریمه بازی میکرد، اما جابجایی اون توسط گواردیولا از راست به مرکز هم یکی از مهمترین علتهای درخشش مسی بود. اون حالا با ژاوی و اینیستا یه ترکیب ترسناک رو برای رقبا تشکیل داده بودن. توی روزنامه‌های ورزشی درباره اونا مطلب زیاد می‌نویسن. بله. چشم منم بارها به این تیترهای درشت افتاده. مثلث مرگ، چه می‌دونم ترکیب جادویی کشنده. دقیقاً. ترکیبی 3 نفره که یکی از بهترین مثلث‌های تاریخ فوتبال دنیا شده. پپ فصل 2011 هم تیم بارسلونا رو به 3مین قهرمانی پیاپی لالیگا رسوند و توی همین سال اونا برای 2مین بار تونستن با شکست منچستر یونایتد جام قهرمانان اروپا رو به دست بیارن. اون و تیمش به جز جام کوپا دل ری که به رئالیا رسید مابقی جاما رو درو کرد. نمیدونم باقی مربی‌ها چه حس و حالی میتونن نسبت به پپ داشته باشن. احتمالاً از 2 حالت خارج نیست، یا که تحسینش کنن یا ازش متنفر باشن. اون لااقل عرصه رو برای بقیه مربی‌های لالیگا تنگ کرده، خصوصا تیم رئال که مدت هاست توی ال کلاسیکو نتونسته به بارسا مسلط بشه. حتی توی بازی خونگی این بارسا بوده که یکی تازی میکرده. خیلی عامل این بردای بارسا رو فقط نبوغ و بازیخونی پپ گواردیولا میدونن. عنوان بهترین مربی سال 2010 به کی رسید؟ مورینیو. این درست زمانی بود که سرمربی اینتر میلان بود. بعد از اومدنش به رئال کار براش خیلی سخت شد. تکرار یه همچین عنوانی برای مورینیو در گروه خیلی چیزا بود و یکی از اونا قهرمانی لالیگا بود که حداقل تا الان از دسترس مورینیو دور مونده. مورینیو آدم عجیب و خبرسازیه و اومدن اون به رئال حساسیت بازی ال کلاسیکو رو بیشتر از قبل کرد. او مربی قدر، خوشبوش، جوون، تو مهمترین دربی در تمام دنیا. این نکته علاوه بر این که باعث جذاب‌تر شدن مسابقه شده، شرایط از قبل حساس‌تر هم کرده. با این تعابیری که ازت شنیدم فکر میکنم حتی هوادارهای بارسلونا و رئال که مطمئناً شیفته یکی از این 2 مربیان و متنفر از اون یکی، بازم نمیتونن بزرگی مربی تیم رقیب رو انکار کنن. بله کاملا موافقم. مربی هایی که به رغم جوانی تبدیل به نمونه های آرمانی مربیگری شدن، حتی برای قدیمی ها. تنها تفاوت بزرگی که این دو رو کاملا از هم متمایز میکنه روحیاتش. دکور اتاقتو عوض کردی، خیلی قشنگتر شده تیتو. کار همسرمه. این بار که از بیمارستان مرخص شدم
چیزای جدید تو این خونه زیاد میبینم پپ. اون خیلی داره تلاش میکنه تا من رویمو حفظ کنم. تو هم از پسش خیلی خوب بر اومدی. دارم تمام سعیمو میکنم، ولی کار آسونی نیست. وقتی فکر میکنی همه چی رو به راهه، یهو میشنوی یه تومور تو گلوته. اون لحظه بدترین لحظه عمر آدمه. چرا؟ چون اصلا باورت نمیشه. اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که حتما نتیجه آزمایش اشتباهه. اما وقتی بهت این اطمینانو میدن که اشتباهی در کار نیست، حالا ترجیح میدی بفهمی کجای بدنت دقیقا درگیر بیماری شده. و اگه اینجا یه جایی باشه که گفتن اسمشم آسون نباشه، اعصابت بیشتر داغون میشه. روی قده پاراتیروید با خودت میگی اینجا دیگه کجاست؟ تیتو زیاد سخت نگیر. ما زودتر از بقیه پیر شدیم. فقط برای من یکم ماجرا کمدی تر و خبرنگارا میتونن کلی سر به سرم بذارن. دیسک کمر. خدایا. بچه‌ها همه منتظرن که زودتر برگردی سر کارت. پیغام مخصوصشونو خوندی؟ آره، نوشته بودن تیتو از اینم میتونی با موفقیت خارج بشی. موقع تماشای بازی از تلویزیون وقتی این شعار رو روی لباس بارسا دیدم خیلی احساساتی شدم. یواشکی طوری که بچه‌ام نفهمن گوشه چشمم که خیس شده بود و پاک کردم. واقعا خوشحال بودم که دوستای جوونم به یادم بودن. البته میدونم که سردستی اونا کسی نبوده به جز تو. ایده خودت بوده، شک ندارم پس. مهم اینه که همه ما بهت علاقه داریم. ممنونم. چند روز دیگه میرم زوریخ با ژاوی، لیونل و خیلی از بچه‌های دیگه که میدونی کی هستن. ای کاش میتونستی تو هم با ما به این مسافرت بیای. خیلی دوست داشتم که باهاتون میومدم، ولی خب نمیشه. همونطور که دوست داشتم برای فینال باشگاهی جهان هم به ژاپن بیام که نشد و از دست دادم. اما قول بده همه مراسمو با دقت تماشا کنی، ثانیه به ثانیه. قول میدم پپ، قول میدم. من مطمئنم با اون کارنامه درخشانت برنده جایزه بهترین مربی سال 2011 خودت. من 2 تا رقیب سرسخت دارم، مورینیو و فرگوسنو که فراموش نکردم. اونا خودشون بهتر از هر کسی دیگه میدونن کی شایسته این عنوانه، خصوصا آقای به اصطلاح خاص. بهت قول میدم به این مراسم نمیاد، چون میدونه اومدنش بیفایده است و مشغول دست خالی برگرده. تیتو این حرفایی که میزنی بوی خصومت میده. ببینم هنوز تو از دست مورینیو عصبانی هستی؟ چرا اون جریانو فراموش نمی کنی؟ چرا باید فراموش کنم پپ؟ پس درسته هنوز با این مسئله درگیری. اصلا چرا باید دیگه از مورینیو خوشم بیاد؟ طرفدار فوتبال زیبا باشی و از مورینیو خوشت بیاد؟ طرفدار آرامش باشی از حاشیه بدت بیاد ولی از مورینیو خوشت بیاد؟ محاله پپ، محاله. مورینیو از اون دست مربیایی که میتونه یه مربی رو کچل رقتبار توصیف کنه یا یکی دیگر رو به کتاب تهوع ژان پل سارتر ربط بده و یا یکی رو وادار به کناره‌گیری از داوری کنه. اون آدمیه که به غیر از الکس فرگوسن بقیه مربیای اروپایی دل خوشی ازش ندارن. اما بهتر از من میدونی که مورینیو مربی بزرگیه. اون مربیه که به هر تیمی رفته موفق بوده. پورتو، چلسی و اینتر تیمایی هستن که هیچ کدوم نتونسته بودن قهرمان لیگای داخلی اروپایی بشن. اما مورینیو این لیاقتو با اونا بخشید. چلسی 50 سال قهرمان لیگ برتر نشده بود، اما مورینیو این تیمو قهرمان کرد. اینتر قهرمان سری آ 50 سال فقط خواب قهرمانی اروپا رو میدید، اما مورینیو این خواب به واقعیت تبدیل کرد. اون حتی رئال مادرید رو بعد از 18 سال قهرمان جام کوپا دل ری اسپانیا کرد. تیتو اینا اتفاقات ساده‌ای نیستن که بشه نادیده گرفت. خیلی اونا به خاطر هوش و نبوغش توی فوتبال ستایش میکنن. انگار شروع کردن تو چشم یک کمک مربی رو هم ستایش میکنن پپ. این کار نمیتونه از جانب یه مربی بزرگ سر بزنه.
کارشو تشبیه کردن به رفتارهای کودکانه و انتقامجوی دوران مدرسه. قبلا به همه هم گفتم تصویر گویای همه چیز بود و تحلیل کردن اون عمل دیگه لزومی نداره. همه میدونن چیزایی به وجود اومد که نباید توی فوتبال رخ میداد. من یه مربیم و میدونی که هیچ وقت دلم نمیخواد یک مربی، اونم کسی مثل مورینیو، رو شماتت کنم. اون مسئول رفتارهای خودشه و من نمیخوام درگیر مسائل حاشیه‌ای بشم که مقصرش یکی دیگه است. من تا اونجا که بتونم از حق تو و حق تیمم دفاع میکنم، اما دوست ندارم این مسئله فکر ما رو از کار بندازه. ما همیشه باید روی تیم خودمون تمرکز کنیم. اون از تو عذرخواهی کرد و باید همه چیزا همونجا فراموش میکردی تیتو. اون از تو عذرخواهی کرد، اونم توی زمین بازی جلوی چشم همه. اینا که یادت نرفته. نه. عذرخواهی مورینیو رو یه اتفاق ساده فرض نکن. اون با توجه به روحیاتش کار سختی رو انجام داده و باید بهش فرصت داد. تیتو، فقط به بازیای فصل جدید فکر کن. ما بازیای سختی با رئال پیش رومون داریم. من فقط میخوام تیم به دور از هیاهو باشه و تو یکی از مهره‌های اصلی تیم هستی. دستیار اول منی و برام مهمه توی آرامش فکری کارتو انجام بدی. تو علاوه بر این که این قضیه رو بیرون از خودت تمومش کردی، توی ذهنت هم به خاک بسپارش. بازی سختی در انتظارمونه. حق باطره. شاید این خونه نشینی منو کمی حساس و رنجور کرده باشه، ولی چیزی نیست که نتونم از پسش بر بیام. تیتو، از اینم میتونی با موفقیت خارج بشی. اطمینان دارم که میتونی. ممنونم پپ، ممنونم. من خیلی خوششانس بودم که توی اون مدرسه فوتبال باهات آشنا شدم. منم همینطور. دریافت این جایزه از آقای ماتئوس باعث افتخار منه. خوشحالم که از بین مربیان بزرگ و نامداری چون سر الکس فرگوسن و خوزه مورینیو من انتخاب شدم. من این جایزه رو تقدیم میکنم به هزاران نفری که طی 100 سال گذشته در بارسلونا کار کردن تا این تیم به یکی از بهترین تیم‌های دنیا تبدیل بشه و همچنین این جایزه رو از صمیم قلبم تقدیم میکنم به تیتو ویلانووا. دوست، همکار، دستیار و فردی که همیشه در کنارم قرار داره. گرچه مدتی که تیتو به دلیل بیماری و انجام عمل جراحی همراه ما نبوده، اما تیتو، این جایزه به تو تعلق داره. باید اضافه کنم عضویت در گروهی که این تیم استثنایی رو ساخته برای من باعث افتخاره. همینطور تشکر میکنم از مدیر باشگاه آقای ساندرو راسل که بعد از جدایی آقای لاپورتا هر اون چه که تیم نیاز داشت رو در اختیار من قرار دادند و باید اضافه کنم از اینکه تعداد قابل توجهی از بهترین های سال از تیم بارسلونا انتخاب شدند. همه طرفداران بارسلونا خوشحال هستند، چرا که این افتخار بزرگی برای همه دوستداران این باشگاه است. من از وجود بازیکنانی مثل ژاوی و مسی احساس غرور میکنم و به جرئت میتونم بگم با داشتن این بازیکن‌ها بردن عناوین متعدد قهرمانی کار سختی نیست و فکر میکنم بازیکنانی نظیر اینها نیازی به مربی ندارند. در آخر هم از خانواده خودم، همسرم و 3 فرزند دوست داشتنیم تشکر میکنم که همیشه در کنارم بودن. ممنونم.
تبریک میگم مرد جوون. ممنونم آقای فرگوسن. بعضی وقتا توی فوتبال باید دستاتو بالا بگیری و بگی اونا از ما بهتر بودن. بارها گفتم تو و تیمت بهترین تیم حال حاضر فوتبال دنیایی. بارسلونا بیش از یک بار برای ما دردسر درست کرده و ممکن نیست که بهترین تیم دنیا نباشین. همه چیز به همین سادگیه. شما توی فوتبال یک جنتلمن واقعی هستین آقای فرگوسن. راستش توی نشست خبری قبل از مراسم به اندازه کافی منو با تشویق و تمجیدتون شوکه کردین. همیشه شخصیت شما برای من جایگاهی ویژه‌ای داشته و برای من بهترین جایزه شنیدن این صحبت‌های امیدوار کننده شما بوده. بین خودمون باشه، 2 هفته پیش تولد 70 سالگیمو جشن گرفتم و فکر کنم وقت زیادی به بازنشستگیم نمونده و اگه وضع جسمانیم خوب باشه و مشکلی پیش نیاد حداقل تا 3 سال آینده منو باشگاه یونایتد به تعهدات هم دیگه پایبندیم. پس امیدوارم این شانس رو داشته باشیم تا بتونیم یه دوئل دیگه با هم برگزار کنیم. منم امیدوارم. البته مطمئن باش این بار نمیتونه مثل فینال 2 دفعه پیش باشه. مصممم که شکستت بدم مرد جوون. برای یه پیرمرد انگلیسی خیلی سخت است کسی رو دست بخوره که تقریبا 30 سال از خودش کوچکتره. البته نمیدونم اینقدر اختلاف سنی اشکالش از کجاست. یا من خیلی پیرم یا تو خیلی جوون. 30 سال کوچیکترم اما مطمئنم شما از نظر جسمی بهتر از من هستید. بهم دلگرمی میدی. خودت شنیدی که اون خبرنگار بدجنس چه سوالی از من پرسید؟ اون فقط یه سوال تیز پرکن بود. پرسید گواردیولا جانشین مناسبی برای شماست. به تیت پرکن بود ولی خیلی ظریف، میخواست سن و سالمو بهم یادآوری کنه. خب چرا باید جایگزین من بشی؟ مطمئناً اگه من جای تو بودم توی بارسلونا میموندم. در حال حاضر بارسلونا با فاصله زیادی از همه بهترین تیم دنیاست. جدا از هر شوخی در جمع همه مربیات تو شایسته ترین فردی بودی که من میشناختم. این جایزه متعلق به تو بود. ممنونم. همین چند دقیقه پیش صادقانه به همه چیز اعتراف کردم. من ستاره‌های درخشانی توی تیمم دارم، یا بهتره بگم فوق ستاره. اونا برای هر مربی کار آسون میکنن. برخلاف نظر تو من اعتقاد دارم بازی گرفتن از این بازیکن‌ها سخت‌ترین قسمت کاره. کار کردن با ستاره ها کار آسونی نیست، چون اگه اونا رو توی پستی که براشون انتخاب میکنی راضی نگه نداری زود سرخورده میشن. در واقع یه مربی با ستاره هاش 2 مشکل داره. اول اینکه توی زمین جوری باید چیده بشن که توانایی هاشون دیده بشه، و دوم اینکه جوری اونا باید از نظر روحی تغذیه بشن که هرگز حس بردن براشون یه معنی تکراری پیدا نکنه. ستاره‌های امروزی زود اشباع میشن و تمایلشون برای بردن کم رنگ میشه. اونا همه چی در اختیارشونه، هوش، قدرت، توانایی، پول، شهرت، همه اینا هست و تا زمانی که به هدفشون برسن انگیزه ها پر رنگه. رسیدن به هدف، رسیدن به تک تک جام‌های طلایی و بعد از اون همه چی عادی میشه. یه ستاره وقتی افول میکنه که این آتش توی وجودش از بین رفته باشه، سیراب شدن برای اونها به معنی سقوطه و یه مربی بزرگه چون این ولع بردن رو توی اونا زنده نگه میداره. تو به خوبی و با زیرکی از پس این کار بر اومدی. پس بازم تکرار میکنم تو بهترین مربی هستی و تو خودت یه ستاره ای. ممنونم آقای فرگوسن. تا چند دقیقه دیگه بهترین بازیکنم معرفی میکنن. دلم میخواد ژاوی 31 ساله برنده این عنوان میشد، ولی لیونل شانس برنده شدنش بیشتره. راستش دلم میخواست این جایزه رو به هر دوی اونا میدادن. من واقعا نمیتونم بگم که کدومشون بهتره. زمانش رسید. بله. برای هر دوشون آرزوی موفقیت میکنم. منم همینطور.
بله آقای لجیو، گواردیولا یکی از 6 اسطوره دنیای فوتباله که در کنار میگل مونیوس، جوانی تراپاتونی، یوهان کرایوف، کارلو آنجلوتی و فرانک رایکارد هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی قهرمانی در اروپا رو تجربه کرده. اون الان جزو یکی از 14 مربیه که تیمش بیش از یک بار قهرمان اروپا شده و اگه امسال تعداد قهرمانی‌های اروپایی بارسا به عدد 3 برسه، با رکورد باب پایسلی مربی اسطوره لیورپول که 3 بار با این تیم قهرمان اروپا شد برابری می‌کنه. عالیه، این بی‌نظیره. واقعا به جز تشویق این آدم کار دیگه ای نمیشه کرد. یوهان کرایوف که بعد از انتخاب پپ به عنوان مربی از تصمیم باشگاه حمایت نکرد، بعد از موفقیت شاگردش به سرعت به اشتباهش اعتراف کرد و پپو مورد حمایتش قرار داد. حتی همین اواخر با اطمینان گفت که پپ نتایجی رکورددار در کارنامه خودش داره، نتایجی که سابقه درخشان خودش هم که تعداد قهرمانیاش با تیم طی 8 سال به عدد 11 رسیده بود تحت تاثیر خودش قرار داده. کرایوف برای دوست صمیمیش و شاگرد قدیمیش سنگ تمام گذاشت و اونو بهترین مربی بارسلونا در تاریخ این باشگاه خطاب کرد که البته نظری کاملا دوستانه بود. عده‌ای هم کرایوف رو متهم پارتی بازی کردن، اما اون همچنان سر حرفش هست. من که از تاریخچه مربیای بارسلونا خبری ندارم، فقط میتونم بگم حتما کرایوف یه چیزی میدونه که سر حرفش هست و کوتاه نمیاد. یه سوال خیلی مهم، البته از نظر من خیلی مهم. خب میخوام بدونم پپ به غیر از فوتبال به ورزش دیگه هم علاقمنده؟ چه سوال جالبی. در واقع سوارکاری هم از ورزش‌های مورد علاقه گواردیولا است. میدونستم بالاخره من با این پپ گواردیولا توی یه رشته ورزشی به توافق میرسیم. البته این علاقه بیشتر متوجه اسبه تا خود سوارکاری. تنها به عشق این حیوان دنبال آموزش سوارکاری رفت. سال 2010 پپ توی زادگاهش سنت پترو با کمک یک دوست محلی باشگاه تفریحی سوارکاری خرید و 1 هفته بعدم اونجا رو به شکل رسمی افتتاح کرد. بهتر از این نمیشه. ساعت تقریبا نزدیک 12. چیزی نمونده تا دوستتون به این جمع 2 نفره ما ملحق بشه. البته خیلی هم نباید به ساعت تعیین شده دل خوش بود. بهتون قول میدم اون رأس ساعت 12 اینجاست. تا این اندازه بخشناسه؟ اون به انجام دادن کارها سر موعد مقرر اعتقاد عجیبی داره. تقریبا از بچگی این خصلت با خودش داشته. چه جالبه. احتمالاً این دوست شما با این خصوصیت قابل توجهش باید آدم منحصر به فردی باشه. مثل این که همچنان برای شنیدن ماجراهای جدید اشتیاق داریم. باید بگم با شناختی که از شما پیدا کردم مطمئنم تک تک دوستای شما هر کدومشون میتونه جذابیت‌های شخصیتی مربوط به خودشو داشته باشه. راستی نگفتید دوست شما یه فوتبالیسته یا مثل خودتون یه هنرمند طرفدار فوتباله؟ حسابی کنجکاو شد اینا. بله همینطوره. خوشحالم که تونستم نظرتون رو جلب کنم. اینم از دوست قدیمی من، مثل همیشه به موقع خودش رسون. بذارید منم یه نگاهی به ساعتم بندازم. واقعا رأس 12 پیدا شد، نه 1 دقیقه زودتر نه 1 دقیقه دیرتر. داره وارد هتل میشه، اگه برگردیم میتونیم ببینیمش. چی؟ همون آقایی که عینک مشکی به چشمشه و داره بهمون لبخند میزنه؟ خودشه. خدای بزرگ، من درست میبینم؟ البته که درست میبینی. آره خودشه خود پپ گواردیولا. اگه همینجوری بلند اسم پپو صدا کنین همه از اتاقای هتل سرازیر میشن پایین و ما دیگه نمیتونیم با خیال راحت بریم به رستوران آلفردو. خدای خودت، تو چرا نمی‌دونستم حدس بزنم این دوست وقت شناست خود پپ گواردیولا است؟ خب دیگه این یه سورپرایز بود برای دوست ایتالیایی من. چطوری مرد؟ واقعا از دیدنت خوشحالم. منم همینطور پپ. واقعا دوست داشتم ببینمت. خوشحالم که میتونم رو در رو این موفقیت بزرگ رو به تبریک بگم. متشکرم. تو با نوشتن اون مقاله زیبا پر از احساس پیشاپیش به من تبریک گفتی.
نمیدونی چقدر از خوندنش لذت بردم. انقدر شاعرانه همه چیزو توصیف کرده بودی که خودم هم از خودم خوشم اومده بود. البته دیوید قبول کن تو بیشتر از این که نویسنده بی‌طرف باشی مثل یه دوست منو بیش از حد بزرگ کرده بودی. درست مثل وصف کردن یه اسطوره. شما آقای پپ گواردیولا چیزی کمتر از اسطوره نیستید. مانوئل لژیو هستم، مردی که فقط چند ساعت شما رو خوب شناخته و اینم فقط و فقط به خاطر لطف دوست نزدیک شما بوده. من سرگذشتتون رو با وجود اینکه نه اهل فوتبالم و نه اهل رفتن به استادیوم در تمام این دقایق مشتاقانه دنبال کردم. آقای مانوئل لژیو؟ بله، اهل ایتالیا هستم. ایشون قرار ما رو برای رفتن به رستوران آلفردو همراهی کنن. از آشنایی با شما خوشبختم. آشنایی نزدیک با شما برای من باعث افتخاره. متشکرم.